برای اولین ولاگ تمرین در تبلیغات. بریم مسیر رو شروع کنیم. در ادامه مسیر همراه من باشید، تمرین داریم. بله. جایی که من انتخاب کردم اینجاست. روی درخت نیاز داریم که تیاریکس رو ببندیم بهش. این درخت هم خطی رو محکمه، همین که سایه است مهمتر از همه چیز. وسایلمون رو بذاریم و شروع کنیم. بند تیاریکسمون رو بستیم تو حالت متوسط. 10 سانت از زمین فاصله داره، تو حالت استاندارد حتی تو طبیعت. خب بریم لباس عوض کنیم، بیایم شروع کنیم. خب آماده جنگ، بریم که شروع کنیم. تکیگامون رو تست میکنیم ببینیم محکم هست یا نه. با یه حرکت کششی شروع میکنیم، چون پیاده روی زیاد کرده بودیم بدنمون گرم بود. و با اولین حرکت اسکات رو، یه حرکت چند مفصله، اسکات مید رو، یه حرکت چند مفصله که فشار زیادی روی پایین تنه و عضلات پشت داره. تو هنگام پایین رفتن دم و بالا اومدن بازدم رو داریم. میتونیم 15 تکرار این حرکت رو اجرا کنیم. چون لباسم خیلی گرم بود میریم که عوض کنیم. خیلی حرف نمیزنم که صدای طبیعت رو داشتم. اوکی؟ اسم حرکات رو فقط میگم. با حرکت اسکات رو و ترکیبی با تیاریکس واید دلتوید فلای شروع میکنیم. بعدش میریم سراغ چست پرس برای عضلات سینه. فشار حرکت اول اسکات رو روی عضله پشتی بزرگ و فشار حرکت دوم اسکات واید دلتوید فلای روی عضلات دلتوید خلفی هستش. در ادامه ویدیو همراه من باشین، کلی حرکات خفن داریم. خب بریم آماده شیم برای حرکت بعدی. حرکت تیاریکس چست پرس برای عضلات سینه ای رو داریم. تو پایین اومدن دم و بالا اومدن بازدم رو داریم. اینجا باید حواسمون باشه که بند با بازو برخورد نکنه. کلن بند با بدن برخورد نمیکنه. هرچی شیب حرکت، شیب بدن بیشتر، فشار حرکت بیشتر. حرکت بعدی یه حرکت ترکیبیه چند مفصله. اسکات رو داریم. اسکات وای میاد بالا، چرخش و دوباره برمیگردیم توی اسکات. تمرکز حرکت روی عضلات پشته، تقریبا تمام عضلات پشت رو درگیر میکنه و فوق العاده حرکت سختیه. حرکت رو باید با آهستگی و تمرکز اجرا کنیم. بله، اسکات هایرو. فشار حرکت روی عضلات بالایی بکمون هست.
با اسکات ترکیب کردیم که یه حرکت چند مفصله است. حرکت TRX چست فلای روی عضلات قفسه سینه فشار میاره. اینجا من اسمش رو اشتباه گفتم و دوباره اجرا کردم. TRX چست فلای. واقعا اینجا توی طبیعت تعمیر خیلی دلچسبه. پر از وقتی میایم جلو دم و وقتی برمیگردیم باز دمو داریم و نورت هم میشه آفتاب. خب خیلی نمیخواستم ویدیو رو طولانی کنم، خیلی از حرکات خلاصه کردم. بریم برای آخرین حرکت، TRX بایسپس جلو بازو. بندایی که پا رو میذاریم داخل و میذاریم پشت دست که توی صورتمون نخوره و به آرامی اجرا میکنیم. وقتی میریم پایین دم و وقتی دست میاد کنار گوش بازدم. بسیار عالی. تمرینمون تموم شد. بعد از سرد کردن اومدم اینجا کنار این برکه آب زیر سایه درخت نشستم و صبحانه‌ای که به خودم آورده بودم زدم تو رک. فکر کن توی طبیعت پیاده روی، تمرین و تغذیه سالم چه شود؟ واقعا من اون روزایی که میرم طبیعت جزو عمرم حساب نمیشه. انقدر که بهم خوش میگذره، لذت میبرم. بیشتر موقع تنها میرم که بتونم هر کاری که خودم دوست دارم انجام بدم. تا یک ویدیو دیگه مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار. تا یک ویدیو دیگه مراقب خودتون باشین. دوستتون دارم زیاد.